ارمیا بودو بیا، عمه اومده با شوهرمه، بیا بهشون سلام کن. وای باسه شوهرمه با جوکاش اومد. ای بابا ارمیا میدونستی دوتا تیران هم با هم دعواشون میشه، کی جداشون میکنه؟ پیران. آره خیلی خنده دار بود. اگه با این یکی حال نکردی یه چیزی میگم که دیگه روده برشی. بگم نه با این دارم خنده پاره میشم. تو چقدر نمکی. حالا میدونستی یه روز یه مرد داشته با پا آشپزی میکرده، ازش میپرسن چرا داری با پا آشپزی میکنی؟ میگه چون دستپختم خوب نیست. آره خیلی بانمک بود. ببین چه شوهرم یه بامزدگی داری. بیا حالا یه چیزی یاد بگم خنده دیگه. این یکی رو روده بر یه مرده میخوره به مرده برمیگرده میبینه پشتش مرده. این یکی دیگه خیلی بانمک بود. یه گفتی یه مرده میخوره به مرده برمیگرده میبینه پشتش مرده. ها